آقا یه روش جدید کلاهبرداری اومده، اینو حواستون باشه. الان ما 3 تا راننده اسنپیم اومدیم اینجا. مسافر اسنپ میگیره، سریع هم بهت زنگ میزنه که آقا من 5 دقیقه توقف دارم واسه خانومم، باید صبر کنید تا بیاد. کرایه‌تون چقدر؟ میشه 68000 تومان. ولی من 100 تومان واسهتون میزنم، شما وایسین تا خانومم بیاد. الان آقا این بنده خدا قبل من اومده، بعد من اومدم، بعد این آقا اومده. 3 نفر اومدیم اینجا، به هر کدومونم گفت شماره کارت بدیم، من تا الاف نشدیم واسهتون میزنم. من واسهتون زدم، پیامک واسهتون اومد یا نه؟ من تا اومدم بلو بانکمو چک کنم یه دفعه گفت آقا من اشتباهی 1 تومن واسهت ریختم، شماره کارت میدم سریع 1 تومن واسم برگرد، 900 تومن واسم برگرد. و من بلو بانکمو چک کردم، آقا نیومده واسه من همچین چیزی. ولی واسه این بندگان خدا اینجوری نشده، اینا 900 تومن برگردوندن، علاوه بر این که با پیامک جعلی حسابشون هم خالی کردن. خیلی حواستون باشه، سفرم خودشون لغو میکنن.